الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا امشب بسیار شب درخشان و شب نورانی هست و بسیار خوشحال کننده ملاقات امشب و حضور گسترده جوانان ارزشمند، جوانان عزیز که مایه امید ما و جامعه ما هستند و آینده سازان ما جوانانان به جای پدرانشون و به جای بزرگان جامعه ما قرار میگیرند. حضور شما جوانان عزیز امشب واقعا برای ما بسیار مایه خوشحالی است، بسیار ارزشمند و بسیار جالب هست. ما امیدواریم از رب العالمین، از درگاه الله تعالی که حاضری همه من و شما را اینجا بپذیره و پذیرایی مهمانان ما را الله تعالی که مهمانان خانه الله هستیم، همه ما در مسجد جمع شدیم، پذیرایی شما را به دست خودش انجام بده و بهترین پذیرایی رب العالمین هدایت هست به صراط مستقیم، هدایت در امور دین و دنیا، در کارهای دینی ما هدایت و در کارهای دنیوی ما هم هدایت موجوده. کار وقت صحیح انجام بگیره، درست انجام بگیره، این کار هدایت شده از جانب پروردگار. الله هدایت من بده در دین و دنیای ما و دلهای همه ما را الله زنده کنه به محبتش، به عشق خودش و به دوستی خودش زنده بگردانه. بنده گرچه الان
اکثرا که صحبت میکنم سر منبر یا صندلی می نشینم و شرایط سنی را در نظر میگیرم، اما امشب با دیدن شما جوانان که پر از انرژی هستید، هم از شما انرژی گرفتم و گفتم که ایستاده با شما صحبت بکنم. به حضوری شما جوانان عزیز به ایستم و صحبت کنم. ما وقتی به کتاب الله برمیگردیم و به سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، سیره انبیاء علیهم السلام که فرستادگان خدا بودن برای هدایت و راهنمایی صحیح و درست مردم، و به تاریخ ادیان مراجعه میکنیم، چیزی که در هم برجسته میبینیم جوانان را میبینیم که جوانان در هر دور قیام کردن و از انبیاء حمایت کردن، از حق حمایت کردن، از دین حمایت کردن و جوانان ایستادند و خدا را بندگی کردند. جوانان از دین دفاع کردند. و آیه‌ای که خواندم از سوره مبارکه کهف، و الله تعالی گروهی را از جوانان ذکر کرده که در مقابل پادشاهی که مردم را مجبور به بت پرستی میکرد و مجبور میکرد که با الله شریک بگیرند، خودش پرستش کنند یا غیر خدا را پرستش کنند، در بیان یک ملت جوانان قیام کردند در مقابل این. و این جوانان اکثرا هم شاهزاده ها و فرزندان افراد بزرگ بودند و گفتن یعنی چه؟ یعنی پرستش غیر خدا، یعنی پرستش مخلوق، یعنی شرک. جوانان گفتن که این عقل نمی پسنده و عقل قبول نداره و لحاظا اینها از کل جمع جدا شدن. اینها روزی داشتن که به هر حال توی روز جمع می شدن در یک فضا و در یک میدان، و این جوانان از این جامعه، از این جمع خود را کنار کشیدن و به سخن به هم پرداختن. دیدن که همه به هم نظرن. چرا از جمعیت جدا شدید؟ چرا از مردم جدا شدید؟ معلوم شد که جوانان همه یک هدف دارن و تمامشون این شرک و بت پرستی و پرستش غیر خدا را قبول ندارن. این جوانان هم نظرن، هم کیشن، هم اعتقادن و به هر حال وقتی اینا معلوم شدن که عده از جوانان مخالف اینا هستن، بالاخره در فکر دستگیری اینها شدن، در فکر نابودی اینها شدن که اینها خود را کشیدن به یک کوهستان و توی غار فنا بردن. قرآن کشته اینها را می کند. انهم فتیتون آمنوا بربهم. اینا جوانانی بودن به الله ایمان آوردن و الله ایمان اینا را افزایش داد و تقویت کرد. چرا که اینا مقاومت کردن، ایستادن. و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. دلهای اونا را تقویت کرد الله، ایمان در دلهای اونا داخل کرد. دلهای اونا مضبوط شدن و قیام کردن و بلند شدن و گفتن رب ما، رب آسمان ها و زمینی، او ذاتی که آسمان ها را پیدا کرده با این عظمت و بزرگی و سلامت و زمین خلق کرده است. رب ما همونه، ما بغیر از او با هیچ کسی را شریک خدا نمیگیریم.
و اگر ما غیر از خدا کس دیگری را شریک بگیریم، ما زیادتی کردیم، ما تندروی کردیم یا ما گرفتار افراط و تفرید شدیم. این جوانان احساس خطر وقتی کردن به یک غار فنا بردن، سگ همین را دنبال کرد، رفتن داخل غار و آنجا استراحت کردند و خوابیدن و اینها را 309 سال الله تعالی آنجا خواب داد. 309 سال اینا به خواب رفتن، زنده بودن و حرکت هم میدادن خودشون را، ولی در حال خواب بودن. سگشون هم دم در دسته را دراز کرد و خوابید و سرش را هم روی همون دسته گذاشت، او هم رفت اونجا همونطور. و لحاظا این 3 قرن گذشت، اون دوره جدید آمد، او مردم اون زمان رفتن دیگه. عرض کنم که جامعه آمد، پادشاه و حاکم دیندار مسلط شده بود و مردم از او خواستن، عده از او خواستن که الله تعالی بعد از مردن چگونه مرده ها را زنده میکنه. دلیل از او خواستن که دلیل بده که خدا چگونه زنده میکنه. و در همین حال بود که آقا فردی را آوردن پیش پادشاه و این دیده به هیئت او را دیدن، شکل او را دیده، تگه مردم این زمان نیست، مالی کار نیست، پول کم دست داره، مال 300 سال قبل این پول رواج داشته توی کشور. و از او تحقیق به عمل آمد که شما چه کاره اید و آخر به همین نتیجه رسیدن که همون جوانانی که 300 سال قبل فرار کردند از اینجا و هیچ کسی نمیدانه کجا رفتن، آقا این همون جوانان، آدرس همون جوانانه، مشخصاتشون پیدا کردن، پول نگاه کردن، تا این همونند و آخر از ایشون تحقیق به عمل آمد و تا اینها در فلان غارن و پادشاه همه مردم برداشت. پادشاه داشت اینجا دعا میکرد که پروردگارا به من دلیل نشان بده که من این مردم قانع کنم که بعد از مرگ تو زنده میکنی، مرده ها را زنده میکنی، حشر اجساد میکنی، همین بدن 2 مرتبه زنده میکنی و به صحرای قیامت برای حساب و کتاب میآوری. و پادشاه و این مردم همه رفتن جلوی اون، این برداشتن رفتن اونجا دم غار و بالاخره این بزرگان همه ملاقات کرد. اونجا اینها که وقتی بیدار شدن گفتن ما کی خوابیدیم، چقدر اینجا ما خوابیدیم. علای ما نگاه کردن، ناخونها را که بلند شدن، محاسن و مو بلند شده چون اینا زنده بودن و اینا را که نگاه کردن تا طولانیه. خورشید نگاه کرده و زمانه که اینا خوابیدن غالبا صبح بود، الان دیدت آفتاب موقع غروبه. بعضی گفتن روز موندیم ما، بعضی گفتن نه ما کمتر از روز موندیم، همینی که اول روز آمدی علی شامه. بعضی گفتن نه خدا بدانه که ما این علائم دیدن و خدا بدانه که ما کی که اینجا خوابیم. و صحنه عجیبی بود وقتی ملت آمد، پادشاه آمد و این از غار پایین آمدن و حیران شدن سبحان الله که اینها 309 سال توی غار خواب بودن. سگشون هم اونجا خواب رفته. او سگ الله آورده بود که اینها از درنده های چیزی ببینه و نیاید اینجا نزدیک اینها و رعب الله انداخت که هر کسی اون نزدیک غار بیه بترسه و اینا را هیچ گزندی از حشره از موزی از دشمن نرسه. و صبح وقتی آفتاب طلوع میکرد به یک طرف غار میزد، آفتاب به خودشون نمیخورد. شام وقتی غروب میکرد آفتاب به طرف دیگه میزد که اینا آفتاب هم بخورند ولی آفتاب اینا را از بین نبره و اذیت نکنه. و برنامه ریزی را الله تعالی کردن که اینا را توی غار بردن که غار بسیار مناسب بود برای زندگی، ادامه زندگی، که اینها از روی اسباب
مشکلاتی داشته نباشه. و حالا همه این ملت حیرانه، همه به وحدانیت الله اقرار میکنن، چون اینها را توحید اینجا آورده، اینها را وحدانیت خدا اینجا کشیده، اینها از روی اعتقاد به الله آمده. و چقدر زیبا بود این صحنه. خدا بدانه که چه حالتی در اینجا پیش آمده. وقتی اینها دیدن دیگه همه اعتراف کردن، دیگه همه قبول کردن که الله بعد از مرگ مردم زنده میکنه، مرده ها را. او خدایی که 309 سال خواب بده و بعد بیدار بکنه، و او خدا قادر هست که مجدد همه مردم و مخلوقات زنده بکنند و برای حساب و کتاب بیاره. همه اقرار کردن به وحدانیت خدا، به قیامت، به معتقدات، ارزش اعتقاد صحیح، ارزش توحید و وحدانیت الله، ارزش عظمت الله که در دل بشینه. اونجا مورد شناسایی قرار گرفت و همه شناختن. و از دوستان درخواست میکنن که بشینه که پشت سریه ببینن. ماشاءالله. و یک صحنه عجیب و غریبه از جوانان عزیز که الله تعالی بین اینا جوان بوده. و اگر ما تاریخ بررسی بکنیم میبینیم تمام کسانی که کنار آن حضرت بودن و از حضرت رسول حمایت کردن، بیشتر پیرمردان و کهن سالان کم بودن، تمام جوانان بودن که ایمان آوردن. جوان قابل تغییره، هم در جهت مثبت تغییر میکنه، هم در جهت منفی قابل تغییره، هم در جهت هدایت و راه درست. و جوان در سنی که خطرات هم او را تهدید میکنن که در راه اشتباه هم بره. و لحاظا جوانان مکه مشرف به اسلام شدن، جوانان مدینه مشرف به اسلام شدن. و هجرت همه جوانان بودن، تمام موسیا بودن و محاسنشون سیاه بود که هجرت کردن، جز ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که چند تا مو در این قسمتای آخر محاسن ناحیه گوش سفید شده بود. و لحاظا و اینها را حضرت ابوبکر رنگ زده بود. بقیه تمام خود آن حضرت هیچ موی سفید نداشت وقت هجرت کرد. تمام جوان بوده که هجرت کردن. همه سحرخیزی ها در مدینه و تلاوت قرآن در مکه و مدینه، در هجرت زنان و مردان همه جوان بودن. نسل جوان بود، قشر جوان بود که قرآن عظیم و شان شبها میخواندن و شبها تلاوت میکردن. پشت سر آن حضرت اقتدا کردن در بدر و حنین و احد و احزاب و همه جا از رسول خدا صلی الله علیه وسلم حمایت کردن جوانان. و جوانی خدا را بندگی کردن. در همین جوانی بشارت جنت را گرفتن از رسول خدا صلی الله علیه وسلم، بشارت بهشت. جوانان بودن که در احد شهید شدن، جوانان بودن که در بدر جنگیدند و شهید شدن. ابو جهل دوتا جوان زن که سنشو خیلی پایین بود، نوجوان بودن، جوان نبودن، که همراه بودن و بر ابو جهل حمله کردن. روی این جوان عزیزان من در هم در تمام عرصه ها و در تمام سانه ها جوانان که کار میکنن. جوانی نعمت بزرگی است. و لیت الشباب و یعود یک مقوله معروف عربی هست، زبانهای دیگه هم هست که کاش جوانی بر میگشت. لحاظا جوانی یک بهترین نعمت، بهترین فرصت. و این جوانی وقتی که برود بار دیگه بر نمیگرده، به هیچ دوای، به هیچ دعای قابل برگشت نیست. البته از قدرت خدا خارج هم نیست. خدا بخواهد
پیران جوان بکنه. اما عزیزان من در سنت الهی این نیست، در قانون خدا و روش خدا این نیست. البته پیران الله تعالی همتشون را که جوان بکنه بسیار ارزشمنده و بسیار بزرگه. امشب ما در شما خدمت شما جوانان هستیم و الان الحمدلله افتخاری است این برای جامعه ما که شما رونق مساجد ما در ماه رمضان، در غیر رمضان و در روزهای جمعه و عید، رونق جامعه ما شما جوانان هستید. استان ما استان جوانه، شهر ما شهر جوانه، جوانان اکثریتاً و جوانان هم که مجالس دینی ما را و مجالس دنیوی ما را، همه مجالس ما را رونق میدن. این جوانان عزیزن و این جوانان که امید ما هستند و ما افتخار داریم به این جوانان عزیز. اما چیزی که ما از آن نگرانیم و ما از آن پریشانیم این آفات هست که توی امروز جامعه موجودی، عوارض این آفات، این بلا هست که جوانان برومند ما را و جوانان ارزشمند ما را تهدید میکنه. مکر دشمنانه، توطئه دشمنانه، ترفند دشمنان اسلامه که جوانان ما را هدف قرار دادن. یک روزی اینها همین دشمنان سر جوانان ما را به گلوله هدف قرار میدادن، سینه جوانان ما را به هدف گلوله هدف قرار میدادن و امروز میگن که دیگه نیازی نیست که ما خود را بدنام بکنیم با کشتن مسلمانان، با کشتن نابود کردن این مغزها از لحاظ فیزیکی و این قلبها را ما نابود بکنیم. بلکه ما امروز به جای ترور این جوانان فکر اینها را ترور کنیم، دیانت اینها را ترور کنیم، ایمان اینها را ترور کنیم و غیرت اینها را ترور بکنیم. و لحاظا امروز دشمنان ما از کانال دیگه وارد شده. تمام حرکت‌های دنیا و تمام خیزش‌های دنیا، همه گرایش‌های دنیا امروز جوانان برای جوانان برنامه ریزی میکنن. میدونن که توی پیران تحول کمه ولی در جوانان این تحول عرض کنم که چشمگیری و این تحول انجام میگیره. لہذا همه امروز یهود و نصارا و تمام کسانی که با اسلام دشمنی دارن، شرقی ها و غربی ها، همه در برنامه ریزی میکنن برای جوانان. جوانان ما را به احتیاط بکشن، جوانان ما را چرسی بکنن، جوانان ما سیگاری بشن، جوانان ما بیبند و بار باشن، جوانان ما در مشکلات گوناگون باشن، جوانان ما با یک دیگه درگیر باشن، به چاقوکشی و درگیری و به این مشکلات دامنه میزنن. امروز این برنامه عظیمی است، برنامه بزرگه که برای اعتیاد جوانان برنامه ریزی شده است. چرا اعتیاد؟ همه چیز از انسان میگیره. وقت انسان گرفتار ادامه اعتیاد شد، وقت انسان چرسی شد، دودی شد، تمام همه چیزی او از دستو گرفته میشه. و لحاظا اراده که مهمترین چیز در انسان گرفته میشود و اراده سلب میشه و لحاظا دشمن در بررسی میکنه، برنامه ریزی میکنه در حد وسیع و تلاش میکنه که جوانان چگونه از راه صحیح خارج بکنه. امروز فکرهای اسلامی شما را، حیای شما را، حیای جامعه ما را، عفت زنان و مردان را و جوانان را و غیرت جوانان را دشمن مورد هدف قرار داده و عقیده شما را مورد هدف قرار داده و میخواد جوانان
مسلمان در همه قلمرو اسلامی و غیر اسلامی میخواست دین بیدین بکنه و بیزار بکنه و شبهات میاندازه و گرفتاری درست میکنه. لذا واقعا ما باید بیدار باشیم و بیداری اسلامی، بیداری دینی، بیداری اجتماعی، یعنی همین که ما دشمن بشناسیم، دوست بشناسیم، بدونیم که اونها که تحریک میکنن ما را به نوع دشمنان ما هم میخوان ما را هدف قرار بدن، میخوان ما را ترور کنن، میخوان ما را از صراط مستقیم باز دارن و ما را از راه صحیح و درست خارج کنن. لحظه دشمن شناسی یک چیزیست که خیلی مهمه که ما دشمنان را بدانیم. امروز از طریق اینترنت، از طریق ماهواره ها، از طریق این ابزار و آلات جدید، وسایل جدید، امکانات جدید که همه ما در اختیار داریم و همه چیز توی این در همین تلفن همراه که داریم، گوشی داریم کامل رویت، وقتی وصلش کنیم با اینترنت همه چیز قابل دیده و دشمن میتونه از یک جا بشینه و کار کنه و فساد نشر کنه، تبلیغات سو بکنه، تحریک بکنه نفس را و خواهشات نفسانی نفسهای ما را تحریک بکنه، تحریک شهوانی انجام بده، جوانان تحریک بکنه، پیران تحریک بکنه، زنان مردان تحریک بکنه و امروز دشمن مشغول بید. ما باید بیدار باشیم، ما باید هوشیار باشیم که خدا را از دست ندیم، آخرتمون از دست ندیم، به راه شیطان نریم. شیطان دشمن خداست و الله تعالی او را لعنت کرد به خاطری که گفت آدم سجده بکنه، ادای احترام بکنه به جایگاه بشر، به جایگاه انسانیت نکرد. خدا او را لعنت کرد و او دشمن خدایه، او میخواد مرا به جهنم ببره. قسم یاد کرده که من جهنم از من این انسان ها را به جهنم میبرم، مگر بندگان خاص تو را بقیه را همه میبرم به جهنم. والله میگه شیطان گمانش را راست کرد و انسان ها اکثریت بشر و انسان ها گمراه کرد و شیطان میخواد ما را به راه خود ببره. نفس اماره و نفس سرکش که دشمن بد ما هست میخواد ما را حال بده پشت سر شیطان. آنانی که شهوت فرستن، نفس فرستن، بندگان نفسن، بندگان شیطانان، میخوان شما را یک چرخش عظیم بدن از راه خدا، از عفت و حیا، از دین و ناموس، شما را به راه گمراهی ببرن، به راه پرستش نفس ببرن، پرستش شیطان ببرن. شیطان دشمن آشکار ما است، شیطان دشمن الله، نافرمان خدای. شیطان تمرد کرد و ایستاد در مقابل خدا و الله او را لعنت کرد. از روی تکبر آدم ملعون میکنه و تکبر کرد. آدم هم خطای مرتکب شد. درخت را که در بهشت الله گفت نخور، خورد اشتباهاً، اما آدم به تضرع افتاد، آدم به جاری افتاد، آدم به گریه، آدم زبانش بند شد از غم و خدا را زاری کرد و پروردگار را زاری کرد و الله را زاری کرد. آدم الله بخشید. آدم تکبر نداشت، غرور نداشت، تواضع داشت، ولی شیطان غرور زد و کمرش را شکست و گردنش را شکست و رفتن دنبال گناه و دنبال مشروبات الکلی و دنبال چرس و تریاک و دنبال مخدرات و مواد مخدر و دنبال زنا و فساد و گناه. این بندگی شیطانه، این اطاعت شیطانه.
الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان. روز قیامت الله تعالی میگن که مگر من شما عهد نگرفتم شیطان پرستش نکنید. شیطان پرستی یعنی اطاعت شیطان، یعنی فرمانبرداری شیطان، یعنی دنبال روی شیطان. همانطور که اطاعت از خدا عبادت خداست، اطاعت از شیطان عبادت شیطان است. اطاعت از نفس، این نفس پرستی، این عبادت نفس است. و جوانان عزیز، جوانان برومان، ما دغدغه داریم نسبت به الان شرایط وقت. گزارش های داریم از توی سطح شهرمون، یک سری گزارش هایی که ما را تکان داده که جوانان، بسیاری از جوانان عزیز ما جاهای می نشینند و بالاخره با دود شبشون را سرد می کنند، یا با کارهای لغو، یا با کارهای بیهوده، با کارهایی که ضرر جامعه هست. و این مرا تکان میده. گاهی درگیری رخ داده، قتل زیاد شده توی شهر ما، توی استان ما، خونه های بیگناه تا درگیری شروع میشه، سلاح وسط میآید، چاقو وسط میاد، کم سلاحه و انسان ها چاقو میخورن، انسان ها کشته میشن و بعد درگیری فامیلی رخ میده و عده‌ای هستند که تحریک میکنن این درگیری فامیلی را و به کجا میکشه، منجر میشه به قتل چندین نفر. امنیت منطقه، امنیت شهرمان با این مسائل در خطر میفته. طوایف اینجا زندگی میکنن، به خطر میفتن. مردم همه اینجا زندگی میکنن، امنیتشون به مخاطره میفته. و لحاظا چیزی که ما را نگران کرده و ما پریشانیم، این نکته مهمه. بیکاری جوانان ما را نگران کرده که جوانان بسیار بیکاران، بیدارن شبها و روز خوابان، در حالی که روز برای کار، برای خواب نیست، شب برای خواب. شب باید نماز بخونیم، نماز مغرب و عشاء و نماز صبح، و شب باید جوانان عزیز ما برای نماز شب بیدار بشن. نماز شب را منطور که جوانان صحابه، جوانان تاریخ اسلام، جوانان تاریخ ادیان، زنان و مردان خدا را بندگی کردن. ما باید شب بندگی بکنیم، استراحت هم بکنیم و روز بریم دنبال کار. کار اگر نداریم بریم دنبال کار بگردیم. این قانون کارآموزی است، فنی حرفه‌ایه که حرفم یاد میده، برکشی، لوله کشی، لوله گاز، آب، انواع نجاری، میکانیکی، انواع حرفه ها را یاد میده. جوانان ما آرزوی ما اینه که برن حرفه یاد بگیرن، برن فن یاد بگیرن، به پول کمی اگر شده درآمد کمی هم کار بکنن، بیکار نباشن. بیکاری عوارض داره، بیکاری ضایعات داره، بیکاری مشکلات داره. جوانان ما برن دنبال کار، شهرستان کار کنن. استان خود ما امروز کار خیلی زیاده توی استان ما، شهر ما. حالا این لوله کشی گازی از جاهای دیگه شرکت ها مردم بیاورن. چرا جوانان ما کار نکنن؟ چرا جوانان ما حرفه یاد نگیرن؟ جوشکاری خیلی مهمه در چابهار، پتروشیمیه و صنعت، کارخانه پولاد و انواع کارخانه است و یکی از شغلای بسیار زیاد جوشکاری هست. و میگه هیچ کسی بلد نیست، میره از جای دیگه میارن. ما تاکیدمون همیشه به مسئولان بوده، در چابهار بوده، مسئولان استانی، کشوری، که شما از خود جوانان و مردم اونجا در توسعه استان به کار بگیرید، در پروژه ها، در شرکت ها، در صنعت ها از جوانان خود ما کار بگیرید. جوانان ما باید برن حرفه یاد بگیرن، برن آموزش و تعلیم یاد بگیرن، برن تخصص یاد بگیرن، برن علم، برن دانشگاه ها، برن مدارس دولتی،
و برید تحصیلاتتون ادامه بدید تا مدرک بگیرید، تا مدرک بالا بگیرید، تا دکترا پیش برید. این برای جامعه ما شرفه، این برای جامعه ما عزته. ترک تحصیل و افت تحصیلی که الان اینجاست، این خطرناک تهدید بزرگ برای استان ما، برای شهر ما، حاشیه شهر ما. ترک تحصیل زیاده و خیلی جوانان افت تحصیلی دارن و این خطرناکی برای شهر ما، ضرر داره برای شهر ما. ما باید رقابت کنیم با هم وطنان خودمون، هم استانیایمون برای کسب علم، برای کسب هدایت، برای دین، برای دنیا. دنیای رقابت هست، با یک دیگر رقابت بکنیم و مسابقه، رقابت سالم و مسابقه سالم بدیم. از یک دیگر رد بشین. من از شما از بنده سعی کنید که رقابت داشته باشه. قرآن مسلمانان را فرموده فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید از یک دیگه در کارهای خیر. و لحاظ باید جوانان ما، نوجوانان ما، فرزندان ما علم بخوانند، دانش، علم حوزوی، علم قرآن، علم شریعت، علم دین. شما باید هر یکی، هر تک تکتون قرآن عظیم و شان یاد بگیرید، با تصحیح حروف، با تجوید، صحیح خوانی قرآن، روخانی قرآن بلد باشید، سوره های را از قرآن حفظ بکنید. شما جوانان عزیز باید با قرآن ارتباط داشته باشید، با دین ارتباط داشته باشید. تقوا را باید شما شیوهتون بگیرید، یعنی پرهیزگاری از گناه، یعنی اطاعت از پروردگار، رعایت حقوق الناس و رعایت حقوق الله را باید شما در نظر داشته باشید. شما جوانان عزت جامعه ما هستید، امید جامعه ما هستید. تقوای شما، پرهیزگاری شما، خدا ترسی شما، این مایه روشنی چشم ماست، مایه عزت. با همواره دعای منم بوده که جوانان شهر زایدان، جوانان استان ما، زنان شهر زایدان، زنان استان ما الگو باشن برای جوانان جامعه دیگر، جوانان ایرانی و غیر ایرانی، برای زنان ایران و غیر ایران، در پوشش، در عفت، در حیا، در پرهیزگاری، در دیانت ما نمونه باشیم. جوانان جای دیگه ببینن، جوانان ما را متاثر باشن. کسی از من یک جایی سوال کرد، گفت سوال داره، گفته چی؟ گفته که مردم که میآیند، جمعیت که برای نماز میآید در مسجد و مصلی، اینا کیا هستند؟ من گفت اکثرا اینا جوانان. گفت خیلی خوشحال شد. این دوست اگر نماز گزاران در مسجد پیرمردان باشن، پیرمردان میمیرن، فردا میرن، عمرشون به پایان رسیده، مسجد خالی میشه. مسجد جای شما جوانانه. پیرمردان هم افتخار میکنن که پدران شما به صف شما میستن، ولی شما باید مساجد زینت بدید. شما صفهای نماز را باید فشرده بکنید. شما باید به جمعه و عیدین و نماز 5 وقت شرکت کنید. شما باید پرهیزگار و صالح باشید. من فراموش نمی کنم این واقعه را که تعریف کردن کسی که یکی از مقامات نظامی اینجا یا انتظامی اینجا، خانم از شهرستان بوده، آمده میگه من بازار ببره 4 رسولی خرید بکنه و بعد که از اونجا برگشته این زن خیلی متاثر میشه، به شوهرش میگه واقعا این مردم ارزش دارن که برای این شما خدمت کنید. ببین چه اندازه حیا داره. گفت ما این چنه زدیم، آقای جنسی آوردم، گفتن دیگری بیاورید، توی مغازهش موندیم و یک بار این جوان گفت به من نگاه نکرد، اما چشم پایین گرفت، کارای ما را انجام داد، خریدم کردیم، ولی یک بار به صورت من نگاه نکرد.
این حیا دارد، چه حیایی ندارد. این جوانان حیادار، این جوانان امانتدار، این جوانان با عفت و با حیا واقعا مایه افتخاره. اینها هست را الله دوست داره و از اینها راضیه. ما آرزویمون اینه که شما همه جوانان در مسیر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم باشید، در مسیر شریعت باشید، به صراط مستقیم حرکت بکنید، دنبال هوا و هواس نرید. شما در جوانی پرهیزگاری را اختیار بکنید. در جوانی پرهیزگاری و بندگی شیوه پیغمبران است و شما از جوانان صالح باشید، از جوانان نیک باشید. واقعا افته بعضی مسائل که یاد میکنم، شما برید دنبال کار، بیکار ننشینید، ولو اینکه خیلی چیزی جزئیه به شما برسه، ناله برسه به شما، کار کنید. دستفروشی، شغل، حرفه و را اختیار کنید. شما دنبال کسب و کار برید، شما کار جویای کار باشید، کار به شما میرسه. تمنای زیاد نکنید، آرزوی زیاد نه، مشغول باشید. شما مشغولیت بیکاری میخوره آدم و بیکاری استرس و استراب داره و به اعصاب و روح روان انسان ضربه میزنه. کار بکنید، تلاش بکنید، زحمت بکشید به دستای خودتون. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایتی دارند که وقتی مسلمانان در صدر اسلام قرار داشتن، مهاجرین و انصار همه زحمت میکشیدن. مهاجرین تجارت میکردن و انصار عامل خود بودن، کارگر نداشتن، خودشون کار میکردن، بیل میزدن، اره در دست داشتن، کشاورزی میکردن و وقتی برای جمعه می آمدن، همین امروز بود یا دیروز حدیث خوانده، بدنشون عرق میگیره و آن حضرت دستور داد که شما برای نماز جمعه که میایید غسل کنید و بیایید تا عطر بزنید، تا بوی بدنتون بوی عرق نده، بوی عطر بده. خود کار کردن مردم ما. متاسفانه بسیاری که دنبال کار در میگردن، خودشو کار نمی کنن، فرزندان کار نمی کنن، خودمون کار بکنیم و زحمت بکشیم. این نوع جلسات ترک کنید، شما بیایید به سمت الله، الله را بندگی کنید، با خدا باشید، جوانان با خدا و سمت مساجد بیایید. کلاسای قرآن باید برای شما برنامه ریزی بشه، جلسات اصلاحی برای آینده تو این شهر ما برنامه ریزی بکنیم، ناحیه‌های مختلف شهر و جوانان شرکت کنند در اینها، به سوی خدا بیایند. تجربه کنید دیانت و ایمان را، تجربه کنید تقوا و اتباع حضرت رسول که امام المتقین صلی الله علیه وسلم. تجربه بکنید عمل به قرآن. امروز ببینید که آتش داره بر سر مسلمانان میریزه، شرایط سخت، زلزله، قحط، سیلاب، همه آفتهای از جانب پروردگاران و شما جوانان همه ما باید به الله پناه ببریم، به الله نزدیک بشیم، توبه کنیم، برگردیم، تصمیم بگیریم که ما زندگیمون عوض خواهیم کرد. واقعا اگر ما شما را خدای نکرده جوانان بخش را از جوانان در شهرمون از دست بدیم، این نشان ناموفقیت و ناکامی ماست و ما نسبت به شما دلسوزیم بدونید و عمرمون را از الله تعالی میخواهیم که وقف شما بگرداند و ما در خدمت شما باشیم و شما راه درست، شما راه صحیح، شما راه خدا را بگیرید. ما در خدمت شماییم و ما انشاءالله برای شما فکر میکنیم و برای هدایت و نجات شما، برای منافع دین و دنیای شما تلاش میکنیم و تا آنجایی که دست ما برسه از حقوق شما دفاع بکنیم.
از حیثیت شما، از عزت شما، مردم عزیز زاهدان، جوانان عزیز شیعه و سنی، مردم عزیز شیعه و سنی، همه بالاخره از ما هستن و ما برای همه باید فکر بکنیم. برای شما جوانان عزیز بیندیشیم، فکر کنیم، دوندگی بکنیم، تلاش بکنیم از مرکز کشور، از اینجا هرچی که از دست ما برآید ما فریاد شما را برسانیم. درد شما را برسانیم. ولی شما با بندگی الله، با سجده خدا، با خدا خواهی، با خدا جویی، با خدا طلبی شما ما را حمایت بکنید. شما از جنگ و از درگیری و از چاقو و اینها همه را کنار بگذارید. چاقو نباید در دست شما جوانان باشه و شما همیشه غیر مسلح بگردید. سلاح که برمیدارید، اگر فردا یکی سنگی زد، یکی مشت زد، یکی پشت داد، عصبانی میشه، بلا فاصله چاقو را در میارید. ولی چاقو نباشه بالاخره سلاحی نیست. اگر ما را کسی بکشه بهتره که ما مردمی را بکشیم. اگر ما را کسی بکشه خون ما برگردنی و ما شهیدیم. ما کسی را بکشیم ما میشیم جهنمی و او شهیدی میشه. و این کمه و چاقو و شمشیر و نیزه و کمر سکن و این تفنگای ساجمه‌ای که آدم میکشن، اینا را همه کنار بگذارید و از ماشینتون بیرون بکنیم. بعد میگه برای در مقابل سارقان، بابا فردا سارق شاید نشد و ما یه آدم دیگری را کشتیم. زیاد اتفاق اینطور پیش آمده. دو تا ماشین تصادف کردن، ها تصادف هم معمولی بوده، سلاح در آورده زده به اون طرف. چرا من زدی؟ آدم که عصبانی بشه دیگه از قدرتش خارج میشه. و لحاظا این مسائل در شهر افتان. ما میخوایم شما مایه عزت باشه برای جامعه ما، مایه سربلندی باشه، ما به شما افتخار کنیم، شما افتخار ما باشید. نگن فرد جوانان توی فلان خرابه ها چرس میکشن، فلان جا تریاک میکشن، فلان جا درگیر شدن. آقا جوانان دیگه شهر ما میرن ورزشگاه ها، تربیت بدنی، مشغول میشن به تربیت بدنشون، مشغول میشن به ورزش، بدنشون سالم میمونه. و جوانان ما خدا نکرده حلقه زدن برای دود، این افته برای ما. شما میتونید کمک کنید برای ساختن جامعه ما، شما میتونید حمایت کنید از این حرکتی که به هر حال همه جوانان به سوی الله برن، به سوی هدایت برن، به سوی تقوا برن، به سوی خدا ترسی برن، به سوی دین برن. ما برای دنیایتون هم نگرانیم و خدا را شاهد میگیریم که برای بیکاری شما، برای دنیای شما، من برای دین شما پریشان. من امشب که شما مهمان ما هستید احساس کردم که خیلی بر من فشار شدیدی است و از الله تعالی خواستم و دعا کردم که الله ما را و شما را هدایت بده، جوانان ما را الگو بگردانه برای جوانان جامعه دیگر. جوانان ما از لحاظ تقوا و پرهیزگاری، از لحاظ اعتقاد به وحدانیت الله و عظمت پروردگار و از لحاظ اعتقاد به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و اتباع سیرت آن حضرت و خیر و خوبی و صلاح، جوانان ما نمونه باشند و جوانان ما الگو باشند. توصیه ما آنه که به جماعت تبلیغی همیشه برید و در تشکیل مشارکت بکنید. شبهای جمعه بیان هست، اونجا مشارکت کنید. نمازهای 5 وقتتون پایبند باشید، نمازهای جمعه پایبند باشید و به قرآن رجوع کنید که کتاب هدایت، هیچ کتاب بهتر از قرآن نیست. و قرآن بخونه به علم، به دانش، به سواد، به تحصیل، به دانشگاه ها مراجعه بکنید.
به مدارس دولتی مراجعه بکنید، حوزه ها، مکاتب قرآنی، مراکز دانش، خواه دینی باشن خواه دانش روز باشه، مراجعه بکنید و تلاش کنید. انشاءالله رختون باید عوض بشه، جهتتون تغییر بدید، رختون عوض کنید، این رخ به سوی الله باشه، جهت به سوی پروردگار باشه، شما به سوی الله حرکت بکنید. الله انشاءالله شما را در دنیا و آخرت کامیاب میگردانه و انشاءالله شما موفق. کمک کنید برای اصلاح جامعه، کمک کنید برای اصلاح جوانان، استفاده صحیح از اینترنت بکنید و لحاظا استفاده اشتباه نباشه. برهنگی ها و لختی ها را و بی حیایی و بی حجابی را در اینترنت نگاه نکنید. مشکلاتی که در برنامه های ماهواره‌ای هست بیدار باشید. بسیاری از این ماهواره به بیدینی تبلیغ میکنن، مر غیر مسلمانان به بی حیایی و بی عفتی وادار میکنن و دیگه برنامه های ناجایز دارن و به چایخانه ها حالا بسیاری میرن، آنجا درگیر میشند و چلیمه و شما از تمام دود متنفر باشید و از همه دودها سیگار و چلیم و غیره دوری کنید. به نفع شمای مشروبات الکلی را الله تعالی صراحتاً در قرآن تحریم قرار داده و او را پلید فرموده است و در کنار بت پرستی و شرک ذکر کرده. خالکوبی و بالاخره اینها من کرده دین اسلام از خلق، از خالکوبی و بهرحال تمام چیزها را از خود دور کنید. با افراد ناباب همراه نباشید و افراد ناباب یار بد بدتر بود از مار بد، که یار بد ایمان انسان مورد هدف قرار میده، دین و اخلاق و یار مار جسم انسان و حیات انسان مورد هدف قرار میده. از شما درخواست منانه که با از منکرات و معاصی دوری بکنید و به راههای خیر باشید و همیشه طرفدار دین باشید، حامی دین باشید و انشاءالله در جلسات همیشه شرکت کنید. حوزتش بیارید اینجا، قرائت، تجوید، دیگه مدارس محله های تون مدارس هست، اونجا شما مراجعه بکنید. مساجد علما را بگی به شما درس بده و الله تعالی به شما توفیق عنایت کنه و الله تعالی شما را حفظ کنه. درودی ختم کنه و درخواستمون هم همینه که عرض کردم و خلاصه میکنم، برید دنبال هنر آموزی، هنر یاد بگیرید، حرفه، کار، شغل یاد بگیرید و زحمت کش باشید و روزیتون با زحمت در بیاورید و از دسترنج خودتون روزی بخورید و این شیوه انبیا بود. حضرت داود علیه السلام از الله درخواست کرد که میخواد دست خودش روزی بخوره و الله آهن را برای او نرم کرد و انشالله او خدایی که آهن را برای به دست حضرت داود مانند خمیر نرم کرد، او خدا به شما شغل میده، به شما کار میده. در تلاش کار باشید، در تلاش روزی باشید، هر چه رسید در کار رسید، اگر چه کوچکه پایین اشکال نداره، انجام میدید، از بیکاری بهتره. الله تعالی به شما توفیق عنایت کند. وقت نماز آمده است و انشاءالله این دیدار آخر من و شما نیست، اوله و انشاءالله اینجا دوستان برنامه ریزی بکنم. شما هم مشورتون بدید، بنویسید و برای ما بفرستید که من و شما این جلسات آینده چگونه ادامه بدیم، کجا ادامه بدیم و جا داره که بنده از تک تک شما تشکر کنم و از دانشجویان عزیز، دانش آموزان، از اساتید دانشگاه که بعضی تشریف آوردن، تحصیل کردگان، اما نماز میخوانیم اینجا انشاءالله.